این که هلت فینگر پوشیده، شما اینجا اومدی دفعه اول اومدی بشه کی؟ کجا؟ اصلا گوش نمی کنی؟ اشتوتگارت کجا؟ حواست اینقدر پرته 5 دقیقه است فقط راجع به یه مسئله داریم صحبت میکنیم. ردیف سوم وسط هم خریدی. دفعه اول میای شوی من، دفعه دومه. خیلی خوب، پس 3 برابر باید گوش کنی. از لهستان اومدی، خیلی خوب، خیلی خوشحالم، مرسی. حالا چیکار کنم؟ پول بنزین تو بدم؟ همچین میگه بیا شب بیا هتل من بمون. شانس که نداریم این سیبیل کلوف تو ما ببریم. بله شما تشریف بیارین، بالش میزنیم بین خودمون. با کی اومدی؟ با این دوستات اومدی؟ همه شما اومدین؟ دمتون گرم. همیشه گیجه. امیدوارم این رانندگی نکنه فقط. کی رانندگی کرد؟ چقدر دخترای خوشگل، برای همین حواسش پرته. واو شما خیلی کارتون درسته. خیلی خوب، این رانندگی که کمک راننده شما 3 نفرم پشت پرتقال پوست میکندین. راه 3 ساعته 5 ساعته اومدید. بله برای که ایشون هر جا کوچه دید چند رسیدیم دوسلدورف بریم